سلام بچه‌های دوست داشتنی. بچه‌ها اومدم یک بازی خفن دیگر و یکی از تیم‌های لیگ برتر ایران رو که آقا این سری اومدم تراکتور رو ببرم ببینم آقا میتونم قهرمان بکنم یا نه. و بچه‌ها حتما نظرهای خودتون رو و چه بازیکن‌هایی رو بیارم تو تیم رو بگین و برم ببینم آقا میتونم نجاتش بدم با مدیریت خودم و برم آقا مربیشم و بخرمش از دست زونوزی و خودم مدیریت باشگاه رو به دست بگیرم و بتونم آقا قهرمانش کنم تو لیگ برتر. بریم ما هم دیگه این بازی رو ببینیم و نظرهای خودتون رو حتما تو کامنت ها بهم بگین. لایک، سابسکرایب، زنگوله اینستا رو بزنید. خیلی دوستتون دارم. لیتس گو. آقا بریم برای بازی اولمون. بازی اولمون با پیکانه بچه‌ها. ما 3 تا 4 تا بازی میریم جلو دیگه. حالا روز اول مذاکره من چه بازیکنی رو به نظرتون بخرم الان آخه؟ بله این قبول کرد. یه بازیکن رو ما گرفتیم. خب بله هفته اول با پیکان، بعد میریم با نیسان. خب بله این بازیکن آمد به تیم ما. بله هفته اول و شروع بازی اول با تراکتور سازی و پیکان. خب بله عبدی شروع کننده بازی، امینوارم که داریم اونجا ما تو همه بازی ها هست. بیاریم برای بازی پاس بده گستا. ای بابا امینوار اون چیه زدی؟ پاسو بده امینوار، چرا شل میزنی؟ دفاع تراکتور سازی رو میخوان بنوردن. نذاشتن امینوار نذاشتن. تا هفته اول باید یه ذره حواسمون رو جمع جور کنیم وگرنه گل زده بودم. برم برای گلزنی. وای که داش میزد و یا وای عبدی اون چی بود زدی؟ وای امنال هفته اول بازیه دیگه تا بیاد. یه موقعیت خفن ایجاد کردن با اینکه هیچ شوتی نزدن، هیچ چارچوبی هم نداشتن هیچ کدوم از تیم‌ها. گلو میزنیم بالاخره یه جا گاف میخواد بده. خودو نزار وای 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 عجب حمله ای کردن. از شبکه تبریز داره پخش میشه این. وای هیچ جایی نرسیدیم. اب نداره بازی اول بود. بازی اول 0-0 به پایان میرسه. خب چهارم، پنجم، ششم جدول. بله سپاهان اول، استقلال دوم، فولاد. اب نداره ما بالاتر میایم. بله میبینید که بازیکن تراکتور یعنی امینوار نظرش رو در مورد مسابقه گفته و این حاصل شماست که نمیتوانید ببسته و بواسط زنید. خب بودو بچه عبدی بودو دیگه. عبدی امیدمون به تو. من به هوای تو اومدم آقای عبدی. همین اول بازی سوتیه رو به کی دارم پاس میدم؟ مرسی دمتون گرم بچه‌ها که پاسش ناموفق. خب امینوار رو ببین. اصلا نمیتونم بازی کنن اصلا. آیا بیشرف داور خطا نیست؟ بیا آفساید هم میگیره برای ما.
حاجی من هنوز جا نیفتادم با اینا. بودو یاران تراکتور پاسو بده. خب نیمه اول تمام شد، نیمه دوم حتما باید توضیح گل بزنیم. اینا چرا اینقدر شیش میزنم به خدا؟ بودو دیگه. نتونست باش کورس بذاره دیگه، نتونست دیگه، نمیکشم. بابا اینم سرویس کرد ما رو داوره. شما خیلی خوب داریم بازی میکنیم، همینجوری بازی کنیم به قهرمان میشیم، همینجوری بازی کنیم. آفرین. بله رفتیم قهر جدول، یعنی 14ام جدول. اب نداره دیگه. بله استقلال تهران با تراکتور سازی. وای همون اول یه گل اول بزنیم. پاس کوتاه بده به اینا، ندید آخه. به کی آخه؟ اون بدبخت از اونجا مگه تراکتور بیاد برداره آخه. چقدر خوشگل جمع کرد توپو. این بازیکن‌ها شلین، خیلی ضعیفن. ما دروازه‌بانمون ضعیفه بچه‌ها، باید دروازه‌بان بخرم. برو. وای مگه حسینی میشه گل زد آخر. امینو مصدومه این بازی، نمیتونه. خدا پاسو بده و نیمه اول تمام شد. بچه خوب بازی کردم جلو استقلال دیگه. یعنی نگاه کن به خدا قسم از جلو پاش رد میشه، نمیتونه بگیره. چه آفسایدی آخه، چه آفسایدی. نه احمد چرا اونجوری زد؟ اعتباری به دروازه‌بان ما نیست ها. رفت برای گل اول استقلال. بودو عبدی بله یلو کارتو میگیره عبدی. چقدر خشن دارم بازی میکنم. سبتشوشن شبتشوشن. بودو مرگ من بودو یه گل. بیا خطام نگرفت. گفت تو شرفت داور. بودو رام از سوانیگاه یه پاس بده دیگه اونجا. اصلا تسلطی به بازیشون ندارم بچه، تا حالا بازی نکردم و تراکتور سازی. نه اومدیم 13ام جدول، باید یه عجله کنیم. خب بریم برای بازی دیگه، بریم برای بازی آخرمون. خب یاران تراکتور امینووا اومده نوک بازی کنه این سری. خودو بگیر یه ذر جوندار بیان، یه ذر جوندار بیان، خدایی یه ذر جون. بودو بگیر، بودو پاش تا ایزی اومد گرفتتش. آفرین.
بودو And you know where we are. It is one of the most recognizable arenas for the beautiful game in the world. وای بشد دیگه اون صاحب سوزو. Perfect start. He's had a go. وای سپاهانی ها. رامین رضاییان اینجا هست. بله میبینی رامین رضاییان داخله. وای یهو اومد بازیکن دروازه‌بانمون خوب گرفت دمش گرم. بودو آفرین پسرا. خطا اب نداره نه نگه. شت. خب یه کورنر ساخته پرداخته میشه برای یاران سپاهان و رامین رضاییان پشت توپه. بودو امینو بودو آفرین بودو بیسن کورنر چقدر خوشگل زد گند خود تیر زدم با این پاسکاریشون چی شد تمام شد. نیمه دومم تمام مساوی شدی. نه بازی تمام نشده بود. نیمه اول تمام شده بود. امینووا اسکل زده به خدا. At the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion as we look to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. بله اوته بله کورنر رو زدیم. ناموسن کورنر رو بزن. So we're already into the second period. Well, that first 45 minutes didn't deliver as we'd hoped. Lots of effort, but خویا نگاه یس بالاخره ما دروازه رو وا می‌کنیم. بله گوستا نگه داریم بچه‌ها. مرگ من نگه داریم. دقیقه چند 53 بازیه و 1-0 تراکتور سازی پیش میفته از حریف مقابلش یعنی سپاهان. داره دستم میاد بازی یواش یواش بچه‌ها. به کی و میبینین که همین چنان چقدر سانت خوشگلی رو انجام میده. واو بزنیم آقا توازن گلمون رو بیاریم بالا. 2 نفرمون اسکول کرد اونجا. 2 نفر این 3 نفر یعنی رامین رضاییان 3 نفرمون اسکول کرد اونجا. وای داشتم همینجور باز شخمی گل میخواستم بزنم. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? بودو ترسیدن. Without complication. This is good بودو It should be enough from here, but they want to double their advantage. بابا چه خطایی آخه های داور. بذاره فلجشون کنیم. دقیقه 84 بازیه و همچنان تراکتور سازی 1-0 پیش افتاده و تر زدن اینجا. وای Shit! Come on baby! بابا بندا دیگه 3 ساعت اونجا ما رو علاف کردی. بشید بره بی سابو. این وا چرا بد رفم اینو وا. تراکتور آذربایجان. وای بشود و بله تمام. ما میایم الان 10-11 جدول میان دیگه بچه ها. وندفور. خب ببینیم چندم جدولیم.
خب یکی سپاهان ابرقدرت شکست دادیم. بله اومدیم دهم جدول و بچه‌ها امیدوارم که خوشتون اومده باشه دیگه. انشالله تو بازی‌های بعدیم و بریم ببینیم آقا میمونه از لیگ قهرمانان که آقا برای لیگ قهرمانان که میتونم لیگ قهرمانان رو هم ببرم یا نه، و حتما نظر خودتون رو بگین که آقا چه بازیکنایی رو بیارم و کجای منطقه من ضعیف بودم. دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که از بک‌گراند منم خوشتون بیاد. حتما نظرتون رو بگین. بدرود.